ریپورت ها رو میخوایم شروع بکنیم. ریپورت ها هم مثل سایر آبجکت ها برای ساختشون از سرورگ کریت استفاده میشه. مثل سایر آبجکت ها باز مدل های مختلفی ساخت ریپورت داریم، ولی همونطور که تا الان یاد گرفتید کسی که بلد باشه با یک مدل کار بکنه و همه مدل ها میتونه کار بکنه، پس تفاوت آنچنانی نداریم. خب فرض بکنید که ما یک کوئری داریم به نام اینونتوری. ببینید قبل از اینکه حالا ریپورت ها رو بهتون بگم، اصولا ریپورت ها برای ارائه گزارش های تحلیلی به کار میرن. بنابراین گزارش های تحلیلی یه چیزایی هستن که یه ضرب و تقسیم توشون اتفاق افتاده. بنابراین عموما از کوئری ها ریپورت ها رو میگیریم. اوکی. خب این که حالا از تیبل هم بتونیم بگیریم میتونیم بگیریم، ولی میگم عموما به این صورت. اینونتوریمون چی بود؟ اومده بودیم موجودی گرفته بودیم، گفتیم آقا موجودیه، مثلا الکترون موجود در انبار تأسیسات 5 تاست، تیر آهن 14 در انبار عمومی 150 تاست، پروفیل 40 در 40 550. اینو چجوری در ریپورت ببریم و نشونش بدیم؟ خب یه روش اینه که همینجا که این من روش کلیک کردم این ریپورت رو بزنم، همون شد، ساخته شد ریپورت و سیوش میکنیم. میگه اسمشو من گذاشتم اینونتوریز، اشکال نداره، نه نداره، دیزاین چیز سیو و تمام. حالا بریم تو دیزاین ویوش، میتونید اینجا تغییرات رو اعمال بکنید. مثلا بگید که این ویرهاوس رو میخوایم یکی می اندازش رو بیشتر بکنیم، بیارمش به سمت راست، نگاه کنید اندازش رو بیشتر کردیم، با شیفت و سمت راست رو گرفتیم. خب الان یکم بزرگتر شد. این سه نگاه کنید یه کمی کوچیکه، نشون داده نمیشه تعداد ردیفیه که داره نشون میده. اینو بریم یه کمی ارتفاعشو شیفت و پایین رو میزنم زیاد بشه. و حالا رنگ بندی و انواع اقسام کارهایی که از نظر ظاهری میشه انجام داد و بیشترش هم که روی سرورگ هوم هست. خب این یه روش ساخت ریپورت بود. دوباره کرییت میزنیم، گزینه بعدی ریپورت دیزاین که به شما یک صفحه دیزاین خالی رو نشون میده. حالا شما باید مثل فرم دیزاینی که تو فیلم قبل توضیح دادم بیاید سورستون رو معرفی بکنید. بگیم سورسمون مثلا inventories هست، add exiting fields بکنیم و فیلد هایی که داریم اینجا رو همه رو انتخاب بکنیم و درگ اند دراپ بکنیم، بیاریم اینجا دوباره همه رو انتخاب بکنیم، بریم روی arrange تبدیلش کنیم و حالا باید که مرتبش به اون بکنیم. مرتب سازی خیلی سریع انجام میدم چون دقیقا میتونم که همچین فرمی رو به درد اون نمیخوره، چون نهایتا میشه هم فرمی که دیدیم. نگاه بکنیم این فرمی است که ما ساختیم. خب پس اینم یه روش شد، ما سیوش نمی کنیم، گفتم فرم زیاد جالبی نیست. بلانک ریپورت هم دقیقا مثل همونه، منتها تو نمای لیاوت ویو به شما نمایش میده که اندازه حالا صفحه آچارتون داشته باشید و بر اساس اون بتونید اندازه بگیرید و فرمتون رو اجزاشو بچینید. و ریپورت ویزارد هست. ریپورت ویزارد دقیقا مثل ویزارد ها، مثل جادوگرایی که داره این کار رو انجام میده. میگه چه فیلد هایی رو میخوای، مثلا میتونی فیلد رو نیاری. خب بعد اینجا جالبیش اینجاست که میگه تو میخوای واسه من این دسته بندی ها رو قشنگ مرتب انجام بدم دیگه. اونجایی که نوشته بود انبار عمومی تیراهن فلان تا، انبار عمومی دوباره پروفیل فلان تا، یه بار بنویسم انبار عمومی اینا رو زیر مجموعش بنویسم. منتها یه اشکالی که داره که حالا جلوتر بهتون میگم و اینو من بزنم اینجا. حالا سورت هم میتونید بکنید، بگیم بر اساس مثلا متریال سورتش بکن و اینجا مثلا جمع موجودی ها رو مثلا میتونیم بگیریم بنویسیم. البته حالا جمع کلی دیگه مثلا ربطی نداره، ممکن تیراهن 10 تا باشه، پروفیل 50 تا باشه، جمع میکنه میگه 60 تا کلا، ممکن لازم داشته باشید. این اوکی رو من میزنم،
نکست رو میزنم. اینجا نحوه چیدمان هست که حالا حالت خوابیده، حالت ایستاده آچار هست، اینجا شکل و شمایل اینا هست. اینا رو امتحان بکنید شفاف میفهمید که چه فرقی داره، زیاد بحث فنی درش دخیل نیست. نکست میزنم و به این صورت ما میبینیم. حالا اون اشکالی که گفتم چیه؟ ببین ویرهاوس رو که اومده دسته‌بندی کرده، به جای اینکه نام ویرهاوس یعنی نام انبار رو نشون بده، کدش رو داره نشون میده، چون به صورت کمبو باکسی درش نیاورده. واسه همین ما میریم اینجا این تغییرش میدیم. کلیک راست میکنم، اینجا چنج تو رو میزنم و کمبو باکس. این روشی که دارم الان میگم در فرم و در ریپورت همه جا صادق هست. پس شما اگر یک فیلدی داشتید که به صورت عددی بود، خواستید به صورت کمبو باکسی در بیارید که مثلا بیاید مقدار درونش رو سیو بکنه ولی به صورت یک فیلد دیگری نشون بده، این کارو میکنید. چنجش کردم به کمبو باکس. خب حالا میگه رو سورس چیه؟ دقیقا این رو ما تو جداول انجام دادیم. میگم رو سورس هم ویرهاوس هست. خب و باند کلوم هم یکه. اوکی، یعنی که چی؟ یعنی دقیقا تو ویرهاوس هم اولین ستونم کد بود دیگه، اینم کده، یعنی متناظر این کد با اون کد برابر باشه. ولی تو سربرگ فرمت میام میگم که دو تا ستون در نظر بگیر. چرا؟ چون ستون دوم من میخوام ویرهاوس نیم رو میخوام نشون بدم. خب و ستون اول رو ارزش رو 0 بذار. کالوم ویت 0 شد و چون ستون اول 0 میشه و ستون دوم رو فقط نشون میده. یعنی عملا با یک تریک، با یک هیله‌ای ما کاری میکنیم که کد انبار سیو بشه ولی در نمایش اسم انبار رو داره به ما نشون میده. ریپورت رو میزنیم، نکنید انبار تاسیسات الکترون موتور 5 تا، انبار عمومی داخلش تیراهن و پروفیل. این دسته‌بندی چیز جالبی هست که شما میتونید انجام بدید. حالا فرض بکنید که شما این دسته‌بندی رو اصلا انجام نداده بودید. این کجا انجام شده؟ ببینید یه گزینه اینجا هست به نام گروپ اند سورت. این رو که بزنید این پایین فرمتون میبینید که نوشته گروپ آن ویرهاوس. خب و سورت بای متریال، این دوتا رو ما توی تنظیماتمون انجام میدیم. اگر اینا نبود میایید اد گروپ میزنید و هر گروهی که مد نظرتون هست میتونید اینجا اضافه بکنید. حالا نحوه اضافه کردنش رو من توی فرم بعدی، توی ریپورت بعدی توضیح میدم. شما فرض بکنید که حالا اون حالت اون فرم ویزاردی رو ما نداشتیم، اومدیم یه دونه همینجوری این فرم رو درست کردیم. خب من چون این فرم کمی قشنگی درش نمیزنم، یه فرم دیگه میسازم از روی اینونتوریز، یه ببخشید ریپورت دیگه میسازم. این ریپورت رو ساختیم، الان تو حالت لیاوت ویو هستیم. تو حالت دیزاین ویو هم همین شکلیه. اد گروپ رو میزنیم، میگه گروپ بر چه اساسی میخوام، میگم ویرهاوس. تا زدم خودش همه چی رو آماده کرد. میگه میخوای برات سورت هم داخلش انجام بدم، بر اساس متریال سورتش بکن. یعنی مثلا حالا اگر اینجا بر اساس حروف الفبای فارسی دیگه تیراهن ت بالاتر از پ، مثلا حالا اگر این مثلا آرماتور بود، این آرماتور میمد بالا. این هم به این صورت سیو رو میزنیم و اینونتوریز 2 شد. ما ریپورت ها رو هم توضیح دادیم خدمتتون. خواهشم اینه که همه این مواردی رو که تا الان ساختیم شما هم در فایلتون ساخته باشید. از الان به بعد دیگه تقریبا ما میخوایم وارد اکسس پیشرفته بشیم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.